داداش. آره اومده، بیا تاشکناک. میل دارین؟ دجله جون خوبی؟ خوبم خانم دکتر. یکم سرم گیج رفت. گفتم بیام استقبالت. نه عزیز دلم، برنامه ای منم کنسل شد. گفتم بیام یه تبریکی بگم. اومدی؟ تولدت مبارک. زحمت کشیدین، همین که اومدین برام کافیه. ببینم عزیزم تو خوبی؟ خوبم خانم دکتر. نگرانم شوهرم کجا مونده. زن داداش دیگه باید عادت کنی. حتما کاری براش پیش اومده اما میاد. ببینم مامانم کجاست؟ عمر پسرم چرا از مادرت فرار میکنی؟ پیغام دادم بیای. داری منو مجبور میکنی مادر. برای اینکه دلتو نشکنم نیومدم دیدنت. آخه چرا دجله رو میفرستی هتل مادر؟ مجبورت نکردم، زنگ زدم. اگه تلفن مادرتو جواب میدادی اینطوری نمیشد. کار داشتم. شنیدم چه کارایی داری میکنی. به روستایا زمین میدم دیگه چه سیغه ایه؟ خان یعنی زمین. اگه تو حواست به زمینت نباشه. من خودم میدونم باید حواسم به چی باشه مادر. اول باید حواسم به آدمایی باشه که تو اون زمین زندگی میکنن. میفهمی مادر؟ اونا نباید به هیچ عنوان به خاطر یک قانون دوزار جونشون رو به خطر بندازن. قراره چیکار کنی؟ پا بذاری رو آداب و رسوم عشیره ای تو همه چیز نادیده بگیری؟ مادر تا زمانی که اینجام نمیخوام اونا رو ندیده بگیرم. عجله نکن، تو رو من وای نستم. من این مسئله رو خودم حلش میکنم. عمر عزیز دلم، لطفاً بریم دیگه مادر. منتظرمونم. باشه عزیزم. شما از استانبول اومدین؟ خوش به حالتون. من 2 دفعه رفتم استانبول، اونم برای دیدن عمومینا. چه خوب. ببینم امسال سال آخری؟ پس امسال کنکور و دانشگاه. چه رشته ای؟ ببخشید کم کم داریم شروع میکنیم. هر وقت بخوایم میتونید تشریف ببرین داخل. خیلی خوب باشه میریم، اما یکم صبر کنی چون قراره مامانم بیاد، داداشم بیاد. البته هر جور میل شماست. برادرتون بیان، مادرتون بیان، بعدش شروع میکنیم. عزیزم بریم یه آبی به دست و صورتت بزنیم. بیا بیا عزیزم. تو چته؟ مار از پونه بدش میاد، دم لونش سبز میشه. اینجا رو خان کوچیک دربون حرم سرا شده. آفرین رستم، بالاخره حرف زدن یاد گرفتی. این اینجا چی کار میکنه؟ اینجا رستوران خان، همه میان. بگیم غذا نخور. یه میز واسه خان بچین. چشم. بیناز خوبی؟
اینقدر گریه کردی داغون شدی. اما قصه نخور، من حرفتو باور میکنم. اینو جدی میگی؟ یعنی تو واقعا فکر میکنی من دزد نیستم؟ نه والا بلا به نظر من کار تو نیست. اما کی کرده، برای چی کرده، اونو نمیدونم. ایشالله بمیره. ای نفرین نکن. نفرین کردن گناهه. هرچی فکر میکنم میگم تو تازه اومدی، کی میخواد باهات دشمنی کنه؟ نمیدونم آبجی، من با کسی که مشکلی ندارم. یه چیزی بهت بگم، ببخشید البته، اما دجله اصلا ازت دفاع نکرد. دروغ میگم؟ خب اون نمیدونست باید چی کار کنه. باید بدون خواهر من تو به پشتوانه اون اومده اینجا. اگه اون ازت حمایت نکنه چطوری میخوای اینجا بمونی؟ ها؟ نمیدونم، شاید اون نمیخواد اینجا باشی. آخه گریه نکن، تو یه چیزی هست دختر. میدونم، تعریف کن، راحت باش. واسه من تعریف کن، من دهنم قرصه. فکر نکن من مثل اونم، من به حرفات گوش میدم، من کمکت میکنم. نریز تو دلت، مریض میشی یا؟ خانم دکتر، شما نرفتی؟ شما هم اینجا هستی؟ بله، من خیلی میام اینجا. محیطش خوبه، غذاش خوبه. شما هم که اینجا این خوبترم میشه دیگه. خیلی ممنون. شما حرف بزنید، من میرم یه سری به دیار بزنم. باشه. فعلا. رستم، بگو میزو بچینم. میشه 5 دقیقه باتون حرف بزنم؟ باشه، منم خیلی اینجا نمیمونم، باید برم. امین علی، بابا دست از سرم بردار. چه زود یادت رفت از داداشم چه کتکی خوردی. به خدا میگم بهم تجاوز کرده. استخوناتو میشکنن، جنازتم میندازن یه گوشه. امشب همه چی رو به شوهرت میگم. داداشت هم اومده، بذار هر دومونو بکشن و بندازن یه گوشه. تو این دنیا که نشد، تو اون دنیا به هم میرسیم. تجلی، جرأت داری این کارو بکن؟ قبل از اینکه یه کلمه حرف بزنی خودم میکشمت. لیلا خانم، گفته بودین میرین اما نرفتین. نتونستین از اینجا دل بکنین. راستش ما مشکلی نداریم، خوشحالم هستیم. چرا موندین؟ موندم، یعنی خواستم بمونم، یه دلیل پیدا کردم. اینجا دلیل زیاد داره. شهرمون قشنگه، طبیعتش قشنگه، آدماش خوبه، مرداش واقعا مردن. زمان هر چقدر بیشتر بشناسین بیشتر خوشتون میاد. نمیدونم، شایدم اصلا نرفتین. چرا که نه؟ یه چیزی عمر، امروز فیدان اومده بود امارت، میپرسید عقد چی شد.
خب بریم محضر عقد کنیم دیگه عزیزم. چه عقدی مادر؟ چه عقدی؟ عقد محضری عزیزم. مادر من با دجله به خاطر رسم و رسوم ازدواج کردم، فقط بر اون اساس. خواهش میکنم دیگه بیشتر از این ازم نخواهیم. لج نکن پسرم، بالاخره که باید عقدش کنی. فیدان دیگه تحمل نداره. نمیشه مادر. حتما دامادمون اومده. میبینی که همه رو قول برداشته. عزیزم چشمت روشن دیدی اومد. بالاخره منم این دامادو میبینم. یادتو گفتم تو استانبول یه نفر منتظرمه. گفتی اما اون مال قبل تموم شد و رفت. تموم نشده مادر، اون اینجاست. من دیگه به عشقم رسیدم مادر. پسرم زن تو دجله است، منتظر توه. تو رو خدا با این حرفات منو به سکته ننداز. من تصمیممو گرفتم مادر، دیگه هم از دستش نمیدم. اگه تو هم مادرمی باید قبولش بکنی. نه قبولش میکنم، نه تو خونم راش میدم. عروس من دجله است. اگه تو هم پسر منی برو پیش زنت، وگرنه شیرم و حلالت نمی کنم. با اجازتون. الو لیلا. عزیزم کار تموم شد تقریبا. تو چی کار کردی؟ الان کجایی؟ من اومدم تاشکنک. تو تاشکنک؟ آره. چرا نباید می اومدم؟ نه راستش فقط تعجب کردم که اونجا رو بلدی. نه عشقم اینجا رو بلد نیستم. یکی از مریضام تولد خواهر شوهرش بود، گفتم بیام اینجا سر بزنم. خیلی خوب. راستش منم نزدیک اونجام، الان میام دنبالت. تو فکرشو نکن، یه کاریش میکنم. تو بیا جلوی در. باشه عزیزم، الان میام بیرون. من میرم با اجازتون. من میرسونم تو. نه میان دنبالم. شبتون بخیر. شب بخیر. اون مردی که کیه لیلا؟ کی اومده دنبالت؟ عشقم ازم عصبانی شدی؟ نه عزیزم، بیا بریم. مطمئنی؟ بیا بریم سوار ماشین بشیم.
داداش. چیه دختر؟ برو تو ببینم. میگم مگه داری میری؟ نه میرم نماز بخونم بیام. استغفرالله. تو برو تو دیگه. رستم آخه مرتی که کچل همیشه جلوی در بودی یا حالا پیدات نیست؟ برو ماشینو بیار. زود باش برو. خلیل تو چته؟ دختره تازه 2-3 روز اومده. آروم باش. خون سرد باش. آروم باش. شاید یکی از اقوامشه. دختر اصیلیه. اگه اهل اینجور کارا بود با تو گر میگرفت، نه با کسی دیگه. آره. اتفاقی افتاده که اخما تو همه اومد؟ نه عزیزم، فقط یکم خستم. گفتم امشب بریم هتل اما تازه دیدم سر شبه. موافقه بریم خونه جنگلی؟ باشه بریم، اما من خیلی گشنمه. اول یه چیزی بخوریم. تو راه حتما این چیزی میخریم. خیلی مطل نکن. قرار جایی برسیم. بریم، باید با هم حرف بزنیم. میخوای جلسه بذاری؟ خب شب دراز حرف میزنی. لیلا، یه چیزایی هست که باید حتما بهت بگم. خب بگو، میشنوم. وسط راه نمیشه. بریم برسیم تو آرامش با هم حرف بزنیم. عمر داری میترسونی. ما قراره با هم حرف بزنیم. پس چرا هول شدی؟ عزیزم، ازت خواهش میکنم تا خونه صبر کن. از صبر حرف میزنه. تو عجولی به من میگی صبر کن؟ امری باشه خان. جلیل، من دارم میرم. همه چی به تو میسپارم. مادر، من دارم میرم. برو پسرم، زنتم خونه تنهاست. ما هم کم کم میاییم. بس دیگه، سرم هم درد میکنه. مادر قریشا، داره سرم از درد میتره که به خدا. عمرم که نمیاد. اگه اجازه بدی میخوام برم خونه یکم استراحت کنم. برو دخترم برو. قدیر، زن داداشتو ببر. بریم. گلم، من دارم میرم. کجا داداش؟ داداش عمرم نیومد. بسته دیگه، شمام کم کم بیان. باشه؟ فعلا خداحافظ. چون رفتم اون رستورانه عصبانی شدی نه؟ خب چیه، دختر مریضم بود. در ضمن کل خانواده شوهرش اونجا بودن. یعنی گفتم مهمونی اما محیطش نامناسب نیست. در ضمن شاید دختره رو بشناسی. اسم دختر دجله است. فامیلیش هم باشه. لیلا، میخوای جلوی در حرف بزنیم یا اینکه بریم تو؟ الان سر من داد زدی؟ نه لیلا، داد نزدم.
عمر داری سخت میگیری. یعنی چی؟ من حق ندارم با کسی دوست شم؟ میدونی دختر خودکشی کرده بود، عاشق یه نفر شده بود، نشونش کرده بودن اما بعدن زده بود زیرش، اینم رگشو زده بود. ولی بعدش مرده به عشق دختر ایمان آورده و عروسی کردن. حتی شاید اونجوری که گفتی نباشه. تو از کجا میدونی؟ برای چی باید دروغ بگه؟ یه چیزایی میگی. یعنی چی پسر زده زیرش؟ شاید اصلا نمیخواست عروسی بکنه. اگه اینطوریه پس چرا نشون کردن؟ شاید خانوادهش پسر رو زور کرده باشن. اینجا تصمیمای خانواده خیلی مهمه. خانوادت منو قبول نمیکنن نه؟ آره خیلی مهمه. داری اینو یادآوری میکنی. بحثو به اینجا کشوندی. چرا همش حرفای منو اشتباه برداشت میکنی لیلا؟ میگم اینجا آدما به خاطر خانوادهشون، قبیلهشون، برای اینکه خون و خونریزی نشه فداکاری میکنن و تن به ازدواجهای ناخواسته میدن. چرا نمیفهمی؟ عمر عزیزم، من دارم راجب دو تا عاشق حرف میزنم. نمیفهمم چرا یه دفعه طرف پسره رو گرفتی. آخه چرا نمیفهمی لیلا؟ شاید مرد اصلا دوستش نداشته، نمیخواستتش. شاید اصلا کسی دیگه ای رو دوست داشته. شاید هم به دختر اصلا دست نزده. مگه ممکن نیست؟ نمیشه عزیزم، امکان نداره. چرا؟ یعنی واقعا فهمیدنش انقدر برای تو سخته؟ سخت نیست، غیر ممکنه. این واقعیت اینجاست، واقعیت سرزمین منه. یعنی تو میخوای به من بگی که این غیر ممکنه؟ عمر موضوع ما این نیست. در ضمن موضوع بحث ما نیستیم. تو میترسی من نتونم شرایطو قبول کنم. بعدم نگران نباش، من واقعیت اینجا رو میبینم. قبول میکنم اما تایید نمیکنم. مگه تو تایید میکنی؟ ول کن عزیزم. به نظرم دجله و شوهرش خوشبختن. اون موقع که ما تو هتل دعوا میکردیم اونا تو اتاق ماه عسل داشتن به هم عشق میورزیدن. میخوام قهوه درست کنم، میخوری؟ اره. دیار کجاست؟ بیا اینجا. دیوونه شدی؟ دیوونه ای تو هم. باشه اما برو اونور. خب یکی میاد میبینتمون دیگه. خیلی میترسم. چرا؟ نترس بابا. تا من هستم کسی نمیتونه کاری بکنه. از دعوا مرافع نمیترسم، نگران مامانمم. تازه مگه میخوای چی کار کنی؟ چی؟ مگه جلو داداشت نجاتت ندادم؟ مگه راهی پیدا میکنم؟ باشه الان دیگه برو. پس یه بار دیگه بخند تا برم. به خاطر تو امشب گریه میکنم. برو دیگه. اگه مادرت بیاد میگم درباره دخترتون تصمیمم جدیه. الان داداشا و مامانم هم نشستن تا تو بیای منو بگیری. کجای دخترم؟ بیا بریم دیگه. اومدم مامان. بریم. ای بابا کشتی خودتو دختر. بس دیگه. بیا برای چای آوردم، با خوب بهتر میشی. بیا عزیزم. ممنون آبجی.
زحمتت شد. نه بابا چه زحمتی، این چه حرفیه؟ من عادت دارم کار کنم. من اینو بخورم دیگه خوابم میبره. آره خب بخواب، اما خوابت نمیبره که طفلکم. چی کار میشه کرد؟ خیالت راحت، من حلش میکنم، کمکت میکنم. تو گناه داری عزیزم. نه آبجی، دستت درد نکنه. تو نمیخواد خودتو تو درد سر بندازی. خانم خودش یه فکری برام میکنه. تو میترسی که دجله عصبانی بشه؟ اصلا نترس. دشمنی بین ما یه مسئله دیگه است، اما حمایت از مظلوم یه چیز دیگه است. ایشالله دجله تو حمایت میکنه. ببین چی میگم، گوش کن. قریشا خانومم قبلا خونه زادشو مثل تو به خاطر تهمت بیرون کرده. گفته نمیذارم حرفم بیفته دهن مردم. آره دیگه، اونو خانومن اول به فکر خودشونن، مگه نبین ناز؟ نه، دجله این کارو نمیکنه. ایشالله نمیکنه بیناز جون، ایشالله. ببین من که نمیگم دجله بده، میگم اونا با ما فرق دارن. متوجه منظورم میشی؟ تو هم خیلی مطمئن نباش که بدن اذیت نشی. مثلا اگه فردا قریشا بگه من آدم دستکش تو خونم نمیخوام، دجلم نمیتونه بگه نه، که مجبور قبول کنه. تو هم اسمت میشه دستکش. شوهرم نمیتونی پیدا کنی. اون این کارو نمیکنه. دجله نمیتونه این کارو بکنه. آره منظورتو فهمیدم. داری میگی ما همیشه با همیم، مذهب آتو داریم، ازم میترسه پس کاری نمیتونه بکنه. درست میگم؟ بیناز کجایی؟ بیا ببینم. بگیر اینا رو بگیر. خروس بیمحل. بیناز کجایی تو؟ اینجام دیگه. بقیه کجان؟ مادر فرستادت بیا؟ نه خودم اومدم. سرم درد میکرد، میخواستم بخوابم. داداش قدیر داشت میومد، دستش درد نکنه، منم رسوند. نه لازم نیست بدوی. شوهرت کار داشت، منو رسوند و رفت. گلم ما جدا نمیشیم. هر کاری میکنم تا تو رو نجاتت بدم. ما جدا نمیشیم. این بالاخره یه کاری دستم میده. وای خدایا. جیلان ببینم کسی مرده به من چیزی نمیگی؟
داری اعصابمو خورد میکنی یا بس کن. داری میری سر کارت دیگه. از شر صدام راحت میشی. ولم کن. ببین منو، اگه نشستی به خاطر یه بی سر و پادری گریه میکنی به خدا میگیرم لهت میکنم. خیلی دوست داری بدونی کیه؟ 100 دفعه بهت گفتم چته؟ دردت چیه؟ خب بهم بگو چی کار کنم دیگه؟ گریه میکنم که چرا زندگی ما مثل بقیه نیست. چرا بابام ما رو ول کرده؟ چرا تو خیاط نیستی؟ باشه، پس بشین گریه کن ببینم چی عوض میشه. با این همه بدبختی بزرگت کردم، اینم جوابمه. مامان، من دیگه بچه نیستم. نمیتونی گولم بزنی. از این خونه میرم. میگم پدر مادرم مردن. امتحان کن ببینم. میخوای بزن، میخوای حبسم کن. یه راهی پیدا میکنم. نمیخوام تو زندگیم باشی. بله زیلان. چطوری قدیر جون؟ خوبی؟ نگرانت شدم. من خوبم. تو چطوری؟ اوی نه خوبم، یکم انگار مریضم. بیام ببرمت بیمارستان؟ آی نه دکتر نمیخوام، یه چیز دیگه است انگار. حالت هوا دارم، سرم گیج میره. میخواستم بخوابم، گفتم بپرسم اگه میای منتظرت بمونم. خب حالا میای؟ خب من منتظرت بمونم دیگه قدیر جان. آره باش. خب بریم سر موضوعی که ما رو با عجله به اینجا کشون. اما اول تو بگو که نوبت منم بشه. ممکنه بخشیده باشمت، اما معنیش این نیست بیچارت نکنم عزیزم. از حالا که اینجوریه من نوبتمو میدم به تو. عزیز دلم خیلی جنتلمنی، اما نمیشه. خب میشنوم. عمر داری میترسونی. فکر کردم چون عصبانی شدی حسادت کردی، آرامش نداری، اما انگار چیز دیگه ای هم هست. مشکل غیر قابل حلی نیست لیلا، فقط به تو بستگی داره. اگه دوستم داشته باشی حرفمو باور میکنی، اون وقت میتونیم از پسش بر بیاییم. هیچ کس نمیتونه جلوی من و تو رو بگیره. دیروز سر راه هم سبز شدی، گفتی نرو، منم نرفتم. بدون اینکه چیزی بپرسم بخشیدمت. میدونی چرا؟ چون تو چشمات دیدم که نمیخوای برم. باور کردم. تا وقتی که اینطوری نگام کنی من هیچ جا نمیرم، هیچ جا. تا وقتی که تو اون چشمای خوشگلتو نبندی من جوری نگاهت میکنم که هیچ وقت اینجا نری لیلا. اگه چشمامو نبندم یعنی مسئله اون یکی عمره. باشه گوش میکنم، تعریف کن. لیلا اینجا با اون چیزی که تو فکر میکنی خیلی فرق میکنه.
من مسئولیت دارم. هر تصمیمی که بگیرم روی سرنوشت خیلی تاثیر میذاره. طوری که آخر از همه به خودم فکر میکنم. منظور تو اینه که من آخرای لیستتم؟ منظورم این نیست. ممکن اینجا شرایطی پیش بیاد که نتونم نبگم. میدونم که سخت متوجه میشی. مثلا نمیتونی به اونایی که منو نمیخوان نبگی نه؟ من نمیتونم مشروقه پنهونت باشم. نمیتونم. لیلا اینو میخوای میگی؟ برای همین ساکتی، برای همین فرار کردی. نمیتونی برای ازدواج با من جلوی خانوادت وایسی. لیلا اصلا فرار نکردم. به خاطر تو تا آخرین لحظه جنگیدم. نما شکست خوردی. آره چیه عمر؟ نکنه میخوان با کسی دیگه ای عروسی کنی ها؟ برای همین راجع به دجله اون حرفا رو زدی؟ برای همین میگفتی اینجا از این اتفاقا میافته ها؟ لیلا مگه قرار نبود چشماتو نبندی؟ مگه قرار نبود تا وقتی که چشمان بهت میگم بمون پیشم بمونی؟ فکر کن فقط ما 2 نفر تو این دنیاییم. نه چیزی ببین نه چیزی گوش کن. فقط صدای منو بشنو. میخوام بهت بگم هر کی هر چی که میخواد بگه اصلا برات مهم نباشه. لیلا من خیلی دوست دارم. منم دوست دارم عمر. خواهش میکنم نرو. بذار هر کی هر چی که دلش میخواد بگه. با من ازدواج کن. من که جوابم بله بود، اما بهت قول میدم تا وقتی که من و تو کنار هم باشیم هیچی نتونه بینمون فاصله بندازه. مطمئن باش اگه من و تو با هم نجنگیم اون وقت میتونیم با قدرت جلوی یه دنیا وایسیم. من حاضرم به خاطر تو با کل دنیا بجنگم.